من ایمان فره‌آبادی هستم. دارویی خیلی کارهای جالبی بود برای خودمون و اصلا نتایج بسیار درخشانی هم میداد. یعنی مرداد سال 1389 اون عددو زد. اجازه دادن من خطا کنم و یاد بگیرم. واقعا یعنی این چیزیه که هر جایی بدون امکانا نمیدن. یه تزی داشت دکتر میگفت مسیر رو برو جلو، هر جایی من دیدم تو اشتباه کردی من همونجا میام بالا سرت میگم این اشتباهی دیگه ادامه نده. چرا؟ برای اینکه برای سلامت بدن تنها میگن عصای پیری، تنها عصای پیری ما ماهیچه‌هامونه، نه بچه‌هامونن، نه نمیدونم هیچ کدوم از اینا نیست، نه پولمونه. حتی یه اینفلوئنسری هست به نام مستر هانتر که من اول خیلی با گارد باش چیز می‌کردم، اصلا خیلی عجیب غریب بود، نصف صورت و فقط البته اونمایی کرد. یه اتفاق حیرت انگیز افتاد که ما رو حیرت آور کرد، شگفت انگیز شدیم. اونم این که مجموعه اوپن ای زحمت کشید براوزر جدیدش رو منتشر کرد به نام سلام علیکم. من امیرحسین سقط‌الاسلامی هستم. اینجا رادیو رشدینو قسمت 193 یا همون فصل 9 قسمت 10. رادیو رشدینو در مورد رشد کسب و کار و رشد فردی صحبت میکنه. امیدوارم اگر برای اولین باره که مهمون گوش‌های نازنین و چشای نازنین شما هستیم بتونیم این مهمونی رو بیشتر ادامه بدیم و افتر پارتی و چیزای بعدش هم داشته باشیم. خب اسپانسر این قسمت از برنامه ما وی دیجیتال مارکتینگه که شما با خیال راحت میتونید کمپین گوگل ادزتون رو بهشون بسپارین و ازشون پرفورمنس و خروجی بخواین. من دقت کردم اونایی که سمت راست کلاس میشینن اینا هنوز روشن پلاس رو فالو نکردن، نمیدونم چرا دلیلشو، ولی خب حتما دوست دارم که این اتفاق بیفته. البته که من معلم نیستم اینجا، ولی و شما رو دوست داریم. بریم بیایم اخبارانه در خدمت شما هستیم. تو قسمت اخبار ما اخبار جدید کسب و کاری رو میگیم، امیدواریم براتون جذاب و شنیدنی باشه. و اما خبر اول این که نتایج یک نظرسنجی ثابت کرد که نسل زد که همانا متولدین بین 1997 تا 2012 هستن، 70% به دلیل استرس های مالی خواب راحتی ندارن. بررسی که انجام شده اینه که استرس آدم ها رو خوابشون تاثیر داره و 70% نسل زد هم دچار خواب های بی‌کیفیت هستن بر اساس اون نظرسنجی. به همین دلیل اکثر افراد نسل زد ترجیح میدن به جای بودجه بندی وقت خودشون رو با دیدن تلویزیون یا موندن در رخت خواب سپری کنن. یعنی به جایی که برن مدیریت مالی یاد بگیرن و بودجه بندی، به جاش تلویزیون بیشتری نگاه میکنن. این نظرسنجی داره اینو میگه، به من ربطی نداره. و اما چیزش هم منبع خبرش هم بلومبرگ. یه اتفاق حیرت انگیز افتاد که ما رو حیرت آور کرد و شگفت انگیز شدیم. اونم این که مجموعه اوپن ای زحمت کشید براوزر جدیدش رو منتشر کرد به نام چت جی پی تی اطلس. خب ما مرورگرهای با مدل های زبانی هوش مصنوعی داشتیم، حتی مثلا ما پرپلکسیتی مزگان داشتیم، به این معنا که مرورگری بود که پرپلکسیتی رو داخلش داشت به نام کامت. اما خب به یک سمتمون هم نبود، چون انقدری نتونست تأثیر تو بازار بذاره. خب به کتف چپ و منظورم. و ولی وقتی که اوپن ای آی این رو منتشر کرد یه اتفاق عجیبی افتاد و 3% سهام گوگل ریخت. چرا؟ به خاطر اینکه علاوه بر این که چت جی پی تی به طور پیشفرض به عنوان سرچ انجین همونجا کار کرد دارد، وقتی وارد بازار مرورگری شده که الان گوگل کروم رو داره اونجا و کرومیوم انجین رو ما داریم، پس یک داستان این پشت هست. مهمترین قابلیتی که داره، من حتی این نسخه فقط روی مک او اس کار میکنه دیگه، من هنوز نتونستم تستش بکنم، به زودی تست میکنم، به شما خبر میدم تو قسمت بعدی. و اما یه اتفاق جالبی که افتاده اینی که ایجنت روش فعاله. یعنی اینجوریه که
شما بهش میگی و همونجا رو مرورگر خود این کار میکنه. الان تو چت جی پی تی اگه بخواید از ایجنت استفاده بکنید بهش کامنت میدید، مود ایجنت رو فعال میکنید. مود ایجنت رو که فعال کردین حالا یک صفحه‌ای باز میکنه انگار یک کامپیوتر کوچولوییه که حالا میتونید گوگلتون توش لاگین کنید. من خیلی کارا با اون ایجنت کردم، برای همین خوشحالم از اینکه این مرورگر اومده و دوست دارم تعریف کنم برای شما. من تجربه کاربری رو 2 تا سایت رو با هم بررسی کردم، گزارش دادم به مدیر عامل، از اون سمت لاگین کردم توی سری سایت ها میتونی موس رو بگیری و اون داخل یه کاری بکنید، داخل مانیتور کوچولوئه. از اون وقت گوگلم رو لاگین کردم، داخل گوگل آنالیتیک رفتم تحلیل کردم، داخل گوگل سرچ کنسول رفتم سئو رو تحلیل کردم، خیلی کارهای باحالی باش کردم، کرول کردم، یه سری دیتا رو از تو وب جمع آوری کردم و میتونی بهش بگی مثلا بره توی گوگل شیت یا یه جایی توی مثلا توی فضای وب براتون ذخیره بکنه. اینم از این. و اما ببینیم دیگه چه خبری داریم. آپارات از ابزار جدیدش به نام شورت کات رونمایی کرد. شورت کات نه، شورت کات، که با هوش مصنوعی ویدیوهای بلند رو به کلیپ های کوتاه و جذاب تبدیل می‌کنه. چه جوری؟ این ابزار خودش لحظات جذاب ویدیو رو برش میزنه و زیرنویس هم تولید میکنه تا تولید محتوا برای کاربر راحت‌تر بشه. بعدیش چیه؟ فقط اینو برای در اصل تولید کنندگانی گذاشتن که صفحه‌شون مونتایز شده تا بتونن بازدید و تعامل کانال خودشون افزایش بدن، یعنی اونایی که درآمدزایی دارن از آپاراتشون. خب یک خدا رو شکر همونطور که ما مثلا میتونه فوبیاهای جدید برامون آنلاک بشه، الان یک رانت جدید خدا رو شکر انگار قرار هستش که آنلاک بشه، اونم که طرح جدید 55 نماینده مجلس خرید و فروش رمز ارز را به کارت ارزی و صرافی‌های منتخب محدود میکنه. خریداران موظفن به تعهد ارزی 1 ساله برای بازگردوندن ارز میشن. این طرح که مجازات‌های سنگینی تا حد اخلال اقتصادی داره برای تخصیص ارز خارج از فهرست سفید، در اصل سری کارایی رو انجام داده که نگهداری اسکناس رو نیز ممنوع میکنه. این باعث چی میشه؟ یه سری آدم‌های خاص، یه سری صرافی‌های خاص مجاز میگیرن. هر جا که شما بدونید یک رگولاتوری وجود داره، جایی وجود داره، احتمال اینکه یک رانتی هم وجود داشته باشه، شما اون احتمال رو بدهید. متاسفانه خوشبختانه نه در ایران، در هر جایی از دنیا. و اما ببینیم دیگه چه خبری داریم براتون تعریف کنیم. و اما خبر بعدی این که یه خبر داغ از دنیای کریپتو براتون دارم که تتر و سود 15 میلیارد دلاری بدون حسابرسی. مدیر عامل تتر پائولو آردوینو گفته که این شرکت قرار امسال 15 میلیارد دلار سود کنه با حاشیه سود 99%. بله دقیقاً 99%. نکته عجیبش اینه که تتر تنها شرکت در این ابعاد تو دنیا که هیچ وقت حسابرسی رسمی رو قبول نکرده. با این حال ادعا میکنه بیشتر از شرکت‌های مثل نتفلیکس، فورد، کامکست، استارباکس و سیتی گروپ سود برده. به قول نویسنده این توییت کاملا طبیعیه، هیچ چیز مشکوکی هم وجود نداره. لابدتون قنچه کنید بگین. به نظر میرسه که یه تایم خوبی برای حسابرسی تتر فرا رسیده. آقای کاپولا که برای خیلیا بت فیلمسازیه و سگانه‌های پدرخوانده رو ساخته، ورشکسته شده و 7 تا از ساعت‌های گران قیمت خودش رو به فروش گذاشته. پس از شکست آخرش توی فیلم مگالوپولیس در گیشه که اونو با فروش کارخونه شرابسازیش به مبلغ 150 میلیون دلار ساخته بود، حالا کاپولا برای ساخت فیلم جدید خودش به نام دیستنت ویژن که میخواد تو ایتالیا بسازه، ساعت‌هاشو گذاشته برای فروش که با پول اون ساعت‌ها فیلم جدیدشو بسازه. خیلی دوستان میگن که ظاهراً استاد هنر و قابلیت‌های کسب و کارش انگار از دست داده. من نظری در این حوزه نمیدم. بریم بیایم نکاتینو رو با هم بشنویم. خب تو قسمت نکاتینو و نکات تحلیل کسب و کاری داریم، امیدوارم به درتون بخوره، ازش لذت ببرید. یک توییت جذاب میخوام براتون بخونم. استارباکس یه مشاور سابق مکنزی رو به عنوان مدیر عامل استخدام میکنه. آدمی که کل زندگیش صرف این بوده که به کارآفرینا بگه چطوری شرکت بسازن، ولی خودش هیچ وقت یه شرکت واقعی رو اداره نکرده بود.
نتیجهش چی شد؟ بعد از فقط 17 ماه شرکت 30 میلیارد دلار ارزش بازارش رو از دست داد، یا همون مارکت کپش. مدیر عامل عوض کردن. وقتی مدیر عامل سابق تکوبل اومد سر کار، فقط یه شب بعدش ارزش بازار استارباکس 20 میلیارد دلار بالا رفت. حالا یه شب که واقعا تو یه شب نمیشه همچین نتیجه رو گرفت، ولی احتمالاً تاثیر عوض شدن اون مدیر عامل هم بوده. ولی نتیجه‌ای که این نویسنده توییت گرفته میگه مشاوره دادن راحته، ولی اداره کردن شرکت واقعی یه دنیای دیگه است. این هم نکته جالبی بود. و اما یه چیز جالبی که اتفاق افتاده، اومدن 5 تا راه ساده برای انگیزه دادن به تیم فروش رو تو یک شرکتی بررسی کردن. گفتن اگه تا حالا تو فروش کار کرده باشی میدونی که یکی از سخت‌ترین بخش‌ها انگیزه دادنه. خیلی این وسط میسوزن و از پا در میان. یه کارشناس فروش به نام اندرو برگر که چند تا تیم فروش بزرگ رو مدیریت می‌کرده، 5 تا نکته طلایی رو گفته که خودش داره استفاده می‌کنه برای اینکه تیمش رو پر انرژی نگه داره. یک، اول از همه بازخورد مثبت مشتری‌ها رو با هم جشن می‌گیرن. همین احساس قدردانی باعث میشه که تیم حس ارزشمندی داشته باشه. دو، یه مسابقه جالبی دارن. هر بار 2 نفر از تیم به صورت تصادفی یه جمعه مرخصی با حقوق میگیرن. خب سوال براتون ممکنه مطرح بشه که خب جمعه که تعطیله. خب اونا جمعهشون تعطیل نیست، اونا شنبه یک شنبه شون تعطیله. شما مثلا شنبه رو این اتفاق براشون میفته و اتفاق میفته. تیم برنده یه نماد فیزیکی داره به اسم سیلز شارک یا همون خوسه فروش که خود اندرو بهشون تحویل میده. اینجور افتخار واقعیه. اهداف و پاداشاشون رو بر اساس چیزیه که واقعا کنترلش دست خودشونه. مثلا تیم BDR ها به جای تعداد فروش بر اساس تعداد سرنخ‌های با کیفیت ارزیابی میشن. یعنی چون فروش مجموعه ای از کارهاست. و در آخر هم انگیزه هاشون رو تست میکنن. هر چیزی جواب نده حذف میکنن و چیز جدید رو به جاش امتحان میکنن. به قول خودش انگیزه ثابت نمیمونه، باید مدام بهش سوخت برسونی. بریم بیایم آموزین رو در خدمت شما هستیم. خب تو قسمت آموزین ما آموزش‌های جذاب کسب و کاری رو داریم. یه نکته‌های جذابی داریم. راز تبلیغاتی که 47% کلیک بیشتری گرفت. میدونستی فقط با یه تغییر کوچیک تو لحن تبلیغاتتون میتونین تا 47% بیشتر ویو بگیرین، کلیک بگیرین. طبق تحقیق از ورد استریم حدود 98% از تبلیغات دنیا یا مثبتن یا خنثی‌ان، ولی فقط 2% تبلیغات از حس منفی استفاده میکنن. حالا نکته جالبش چیه؟ 2 تا مطالعه نشون داده که تمرکز روی ترس از باخت معمولا نتیجه بهتری میده از هیجان بردن. مثلا یه تبلیغ که روی خلاص شدن از چربی شکم تمرکز داره 47% بهتر عمل کرد داره از تبلیغی که بدن خوش فرم و زیبا رو نشون میده. یا یه پیام که میگفت جلوی هدر دادن پولتو بگیر 70% موثرتر بوده از اون یکی که میگفته بهره وری تو بالاتر ببر. یعنی چی؟ یعنی اگر مثل 98% بقیه نباشی و به جای حرف زدن از برد از ترس باخت استفاده کنی، احتمالاً میتونی رقیباتو خیلی راحت‌تر شکست بدی. متشکرم که تا این قسمت برنامه با ما همراه بودید. ما شما رو خیلی 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 دوست داریم و یک مهمون عزیز و گرانقدر داریم که از فضای دارویی کشور دعوتشون کردیم و میخوایم باهاشون صحبت کنیم اینکه چجوری شرکت خودش رو انداخت، چجوری چه اتفاقاتی براش افتاد و چه رکوردایی رو ثبت کرد. حتما قسمت بعدی رو گوش کنید. مثل اسپانسر برنامه وی دیجیتال مارکتینگ همه با هم روشنویتی باشیم. روشن پلاس رو یادتون نره فالو کنید. بریم بیایم مهمانه در خدمت شما هستیم. خب تو قسمت مهمانینا ما یک مهمان عزیز و گرانقدر داریم که افتخار دادن تشریف آوردن توی
استودیو ما. خواهش می‌کنم خودت معرفی کن. خواهش میکنم. من ایمان فره‌آبادی هستم. خیلی ممنونم از دعوت شما. سلطان دارو ایران. نه خواهش میکنم. الان سلطان مکمله. تلاش میکنیم. خب یکم تعریف کن که الان بگو چیکار میکنی؟ من تو حوزه مکمل‌های ورزشی کار میکنم. معاون فروش هستم توی شرکت توسعه سبز تمیم که ما وارد کننده 2 تا برند هستیم در حال حاضر در ایران. برند BPI رو از امریکا میاریم و برند دیوای رو از اروپا میاریم. خیلی. حالا بریم از ابتدا تعریف کن که چی خوندی دانشگاه؟ والا من دانشگاه که خیلی چالشی بود برام دیگه. مهندسی برق الکترونیک خوندم. بعد یه دفعه گرایشم رو عوض کردم. از فوق دیپلم به لیسانس رفتم کنترل ابزار دقیق. یعنی 2 سال اول برق و الکترونیک بودم، 2 سال دوم کنترل ابزار دقیق بودم. بعد دیدم که کلا اصلا به این رشته علاقه ندارم، ولی چون تاپ رشته در واقع گروه ریاضی بود تعمدن همه باید میرفتیم اونجا اونو میخوندیم دیگه. تو دوره فوق لیسانس هم 2 مرتبه یه چالش جدید برای خودم درست کردم و اومدم مهندسی پزشکی شرکت کردم. اون موقع مهندسی پزشکی سالی که من شرکت کردم کل ورودی ایران 18 نفر بود. 3 تا دانشگاه میگرفت، شریف، امیرکبیر و دانشگاه اصفهان. و خب خیلی شانس کم بود برای اینکه کسی بتونه از فنی مهندسی بیاد مهندسی پزشکی. نصف درسای آناتومی فیزیولوژی بود، نصف درسای در واقع فنی مهندسی بود. من چون خیلی خوشم اومده بود، یه استادی داشتم تو دوره دانشگاه خیلی به من تاکید کرد که آره این رشته خیلی رشته خوبیه، تو ایران خیلی بزرگ میشه. یه قسمتیش هم در واقع برنامه‌نویسی‌های کامپیوتری بود و من برنامه‌نویسی خیلی دوست داشتم. شروع کردم خوندن واسه فوق لیسانس با اینکه خیلی شانس کمی داشت و برای خودم یه آپشن گذاشته بودم که همه کسایی که میان یا فنی مهندسی ان یا پزشکی ان، اگه تو فنی مهندسی هستی یه کمی بتونی پزشکی بزنی در میاد، کار در میاد. و برای یه کسی که ریاضی خونده مثلا بشینه آناتومی فیزیولوژی بخونه خیلی کار سختی بود. ولی رفتم کتابای پایه آناتومی فیزیولوژی رو گرفتم و شروع کردم به خوندن و مثلا تو ذهنم این بود که من اگه 20% مثلا این 2 تا رو بزنم تمومه، یه دفعه فاصله میگیرم مثلا. و دقیقاً هم همین جوری شد. فنی مهندسی که زدم و دیتا دیریون کاملا بر اساس دیتا. آره واقعا دقیقاً. و بعد دانشگاه اصفهان قبول شدم و وارد رشته مهندسی پزشکی شدم. خیلی رشته رو دوست داشتم. اصلا ایمان فره‌آبادی دانشجو لیسانس با ایمان فره‌آبادی دانشجو فوق لیسانس از نظر خودم 2 تا آدم بسیار متفاوت، چون خیلی رشته رو علاقه‌مند بودم. رشته هم بر پایه تحقیقات بود. توتال مهندسی پزشکی اینجوری بود که از تکنیک‌های مهندسی استفاده می‌کردی در تشخیص بیماری‌ها و کمک می‌کردی بهشون و خیلی برام جذاب بود و خیلی در واقع کار کردم. اون موقع واقعا تارگتم این بود که بعد از اینکه فوق لیسانسمو گرفتم برم از ایران. یعنی اصلا کلی کار تحقیقاتی و مقاله و اینا چاپ کردم فقط صرف اینکه از ایران برم. و خیلی دوره خوبی بود واسه خودم. 2 سال و نیم تقریبا طول کشید دوره فوق لیسانسم، ولی خیلی دوره خوبی بود. خیلی رشته جذابی بود واسم. ولی خب دیگه بعدش به دلایلی واقعیت ادامه ندادم که یعنی برم. ولی خیلی یعنی چی شد نرفتی؟ این خیلی سوال واقعیتش اینه که ما 2 تا برادر بودیم با هم دیگه، ایمان و امین. من اومدم فوق لیسانس رو گرفتم، سربازی نرفتم. امین رفت بعد از لیسانس سربازی و بعد اومد فوق لیسانس گرفت، همون رشته منو تو همون دانشگاه. جفتمون تارگت کردیم که این 2 سال رو فول فورس بخونیم و بعد از این 2 سال بریم از ایران. من درسم تموم شد اومدم سربازی. امین داشت درسشو میخوند، در کنارش کارهای تحقیقاتی، مقاله. یعنی فکر کنم مثلا تو اون بازه زمانی ما 9 تا 10 تا مقاله ژورنال بین المللی تو حوزه قلب و عروق هم کار کردیم. خیلی شدید. آره، تشخیص بیماری‌های قلب و عروق با یه تکنیکی که اصلا تو ایران نبود، هنوزم خیلی پررنگ نشده تو ایران. تحلیل 3 بعدی فعالیت قلب بود. یعنی شما وقتی میری یه نوار الکتروکاردیوگراف میگیری فقط 2 تا بعد داره، بعد زمان و در واقع ولتاژ رو داره، ولی ما تحلیل 3 بعدی داشتیم، میرفتیم دیتا میگرفتیم تو بیمارستانا. خیلی کارهای جالبی بود برای خودمون و اصلا نتایج بسیار درخشانی هم میداد. یعنی واسه مریضایی که
مثلا سن بالا داشتن نمیتونستن تست ورزش بدن، واسه مریضایی که حالا مثلا بیماریهای خاص داشتن اکو نوار قلب هم انقدر خوب انقدر جواب خوب نبود. نمیده. نه یعنی دقیقا وقتی دقتشو با اکو و مثلا EKG مقایسه میکردی ضریب دقتش خیلی بالا بود و اصلا تشخیصهای عجیب غریب بود. خیلی هنوز وقتی تازه آنژیو میکنه متوجه میشن مشکل چیه. دقیقاً این من پدر خودم دقیقاً 2 هفته پیش همین موضوع براش پیش اومد، تا آنژیوش نکردن نفهمیدن که مشکل گرفتگی داره. خدمت شما درس که تموم شد، یعنی تو پروسه بودیم، هی داشتیم مثلا تلاش میکردیم که اپلای کنیم این ور و اون ور، رزومه آماده میکردیم و نمیدونم دانشگاه مختلف. یه دفعه در واقع یه کاری بهمون پیشنهاد شد تو حوزه تجهیزات پزشکی، که چون شما مهندس پزشکی خوندین و اینا، چون کمم بود واقعا اون موقع. یه کار تجهیزات پزشکی کنیم، شد سال 87. یه کار تجهیزات پزشکی کنی، حالا تا زمانی که مثلا میخواید پذیرش بگیرید یه پولی هم در بیارید دیگه، حالا بد نیست که فلان. رفتیم یه شرکت ثبت کردیم، من و برادرم با هم دیگه، اسم شرکتمون هم با تجهیز گستر شروع میشد. شروع کردیم کارهای مثلا تجهیزات کردن، دندون پزشکی می‌خریدیم، نمیدونم آزمایشگاهی می‌خریدیم، می‌فروختیم حالت واسطه طور. بعد خب اون موقع جوونم هستی، یه ذره پوله وقتی میاد مزه میده بهت دیگه. یه دور خوردیم به اینکه می‌خواستیم بریم برای مناقصه بزرگ کارپول بخریم. برای یه جای دندون پزشکی یه پکیج خیلی بزرگی رو بود. رفتیم که بخریم، گفت نمیشه، شما باید مجوز دارو داشته باشید، شما شرکتتون تعریفش تجهیزاته. گفتیم خب چیکار کنیم دارو داشته باشیم؟ گفت یه کمیسیونی میرین شرکت میکنید داخلش و اگه رأی بیارید بهتون مجوز میدن. مجوز پخش دارو. مجوز پخش دارو. خیلی واقعا اتفاقی، یعنی بار خورد، واقعا بار خورد. یعنی رفتیم و صحبت کردیم و بعد اصلا عجیب غریب مثلا گفت دیروز کمیسیون برگزار شده، یکی از شرکت‌ها مدارکی که باید تکمیل می‌کرده رو تو فرصتی که بهش داده بودیم آماده نکرده، ما شما رو میبریم تو کمیسیون، هفته دیگه سه شنبه نتیجه میاد. ما رفتیم تو کمیسیون سه شنبه هفته دیگه گفتن آقا تاییده. گفتیم آقا یعنی چی تاییده؟ گفت اوکیه دیگه، شما شاخص‌ها رو داشتین، حالا برید انبار تهیه کنید. گفتم آقا ما اصلا از این فازا نداریم، انبار برای چی؟ گفت نه حالا باید برید یه همچین کاری رو بکنید، انبار بگیرید، نمیدونم یه سری تجهیزات داشته باشید، ما میایم اونو بازدید میکنیم، مجوز نهایی میدیم به شما. دیگه اصلا یه دفعه یه جوری شد که افتادیم توی در واقع مسیری که انبار گرفتیم و شروع کردیم قفسه بندی کردن، نمیدونم سردخونه زدن و همه این کارا رو کردیم و اصلا وارد دنیای دارو و مکمل شدیم که خیلی خیلی در واقع بازار بزرگ و دنیای عجیب غریبی بود، هیچی هم نمیدونستیم ازش. یعنی در این حد بود که شاید تنها داروهایی که میشناختیم اما آستامینوفن سرماخوردگی دارو هم شروع کردیم تامین کردن. آره دیگه شروع کردیم دارو. حالا که مجوز گرفتیم آره. باز همین ذهنیت این بود، حالا تا اون پروسه بره جلو ما به جای کنار تجهیزات دارو مکملا میفروشیم، یه پولی هم در میاریم این وسط، میخوایم بریم مثلا جیبمون هم پر باشه بعد میریم دیگه. ولی اصلا اینجوری نبود دیگه. یعنی وقتی واردش میشدی، اصلا داستان فروش اینه، شما وقتی وارد میشی هی برای خودت هدف میذاری. یعنی ما هی اون موقع چک میکردیم، گفتیم اون شرکته مثلا اون موقع 1 میلیارد میفروشه، چرا ما 1 میلیارد نفروشیم؟ میرفتیم تلاش میکردیم برای اینکه به اون عدده برسیم. بعد دیگه اونجا اینجوری شد که شروع کردیم مثلا من فروشندگی میکردم، بعد میومدم به بچهای انبار کمک میکردم، نمیدونم تو انبار در واقع دارو رو میدیدیم یاد میگرفتیم، مسئول فنیمون خیلی بهمون کمک میکرد که مثلا بهمون داروها رو یاد بده، ترکیبات رو یاد بده. داروساز بود بله. ایشون خیلی یکی دو تا از دوستای دیگه بودن که مثلا کجا بود دفترتون؟ ما اون موقع توی یه شهری بودیم تو استان فارس به اسم جهرم. یعنی اصلا رفته بودیم اونجا که مرکباتش معروفه. دقیقاً شهر مرکبات. خودت کجایی اساسا؟ من خیلی پیچیده است اگه بخوام بگم کجایی ام. من خوزستان به دنیا اومدم، یعنی تو شناسنامه‌ام اهوازه و بعد اصفهان بزرگ شدم، یه لهجه اصفهانی همچنان دارم. به قول یکی از دوستان میگم هر جا مثلا موضوع فوتبال میشه تو میگی من خوزستانی ام، هر جا بازی زرنگ بازی تو اصفهانی هستی. الانم تقریبا 13 سال تهران زندگی میکنم. خب تو جهرم شرکت رو زدی و شدی پخش استانی. شدیم پخش استانی. 2 نفر آدمی که 2 تا در واقع برادر، حالا پدرم هم که خیلی کمک میکرد به ما مخصوصا تو حوزه مالی، 2 نفر آدمی که یه دفعه یه مسئولیتی براشون ایجاد شد که واقعا خودشون به اندازه کافی اشراف نداشتن.
شروع کردیم فروشنده جذب کردیم و فروشنده در واقع گرفتیم واسه تیممون، ماشین گرفتیم، دارو می‌خریدیم، قرارداد می‌بستیم. از کجا سرمایه سرمایه پدرم آورد آورد؟ گذاشت. سرمایه پدرم آورد گذاشت. یکی دو تا سهامدار در واقع اولش اضافه شد بهمون با عدد خیلی کوچیک در واقع و شروع کردیم استارتش رو زدیم و جالب بود که مثلا ما آذر 1388 استارت زدیم. اون موقع مثلا یه شرکتی اونجا تو محدوده‌ای که ما کار میکرد که مثلا 2 میلیارد میفروخت که اون عدد اون زمان خیلی زیاد بود. آره خیلی. آره مثلا من اگه بخوام بگم مثلا اون موقع 206 8 میلیون بود. بله. 9 میلیون بود، یعنی عدد 2 میلیارد خیلی عدد بزرگ. معادل دو همت الان. دقیقاً دو همت الان. و ما مرداد سال 1389 اون عدد رو زدیم، یعنی توی فاصله زمانی کمتر از 1 سال به اون عدد رسیدیم و در واقع تو همون استان. دقیقاً یه کارمون اینجوری شده بود که من فروشندگی میکردم، برادرم بیشتر کارهای مالی و حوزه بازرگانی رو انجام میداد، من تیم فروش و انبار دستم بود. خودم خیلی برای اینکه اصلا کار یاد بگیرم علاقه عجیب داشتم که برم ویزیت، میرفتم ویزیت شهرستانا رو میرفتم ویزیت میکردم. خیلی موقع مثلا صبح ساعت 6 و نیم صبح از خونه میزدم بیرون، شب تا میومدم خونه مثلا ساعت 1 نصف شب بود. 2 تا مسیر رو با هم دیگه ویزیت میکردم. مثلا اگه یه فروشنده داشتیم میرفت، مسیر رو نمیدادم به یه فروشنده دیگه، خودم میرفتم تو مسیر رو اصطلاحاً شسته رفته میکردم، با داروخانه‌ها ارتباط میگرفتم، اوضاع مالیشون رو درست میکردم، بعد خودم تو اون منطقه فروشنده پیدا میکردم، جایگزین میکردم، میومدم در واقع دفتر تا دوره مسیر بعدی این اتفاق بیفته. خب واقعیتش اینه که مثلا مخصوصا 1 سال اول خب خیلی 1 سال سختی بود. الان اصلا نمیتونم اونجوری کار کنم، ولی اون موقع واقعا اینجوری بود که 6 و نیم 7 صبح مثلا کار ما شروع میشد، 12 و نیم 1 شب تموم میشد و نان استاپ 1 سال همینجوری کار کردیم. خیلی فشار عجیب غریبی بود و خیلی ولی یه جوری بود که مثلا من و برادرم یه دینی انگار برای خودمون گفتیم مثلا پدرمون یه سرمایه رو آورده گذاشته، این سرمایه دیگه نباید از بین بره دیگه. تمام تلاشمون رو می‌کردیم که اون کارا رو انجام بدیم. من چون حوزه خرید رو هم کار میکردم، با شرکتایی که تو تهران بودن و اصطلاحاً پخش سراسری بودن ارتباط گرفته بودم. می اومدم مثلا هر 2 ماه یه بار 3 ماه یه بار می اومدم و باشون کار میکردم، یعنی باشون جلسه میذاشتم، مذاکره میکردم برای یه خرید. از در واقع همون 88 که شروع کردیم، سال 92 اون موقع با مجموعه آدوراتب ما داشتیم کار میکردیم که زیر مجموعه کوبل بود. بله کوبل هم عبیدی رو داشت. دقیقاً آقای دکتر نامور اون موقع معاون بازرگانی و فروش مجموعه آدوراتب بودن و توی یکی از همین رفت آمدا که می اومدم و میرفتم یه موقع با هم دیگه صحبت کردیم، گفتش که ما داریم آدورا رو بزرگ میکنیم، یه پوزیشن داریم به اسم ریجنال سیلز منیجر، برای اولین بارم از تو ایران داره یه همچین پوزیشنای شکل میگیره، اگه تو دوست داری بیا و اضافه شو به ما. برام خیلی پیشنهاد جذابی بود. بعد اصلا آدورا خیلی پخش بزرگی بود واقعا و هلدینگ خیلی قوی، هرچند اونا اوایل در واقع پیشرفتشون بود ولی واقعا یه افتخار خیلی خوب بود. پخش خصوصی کشور الان بدون شک با فاصله، بدون شک با فاصله. اومدم و صحبت کردیم. اون موقع آقای دکتر محلاتی مدیر عامل مجموعه بودن، آقای دکتر نامور معاون بازرگانی و فروش بودن. یه جلسه مصاحبه رفتیم، مثلا دکتر محلاتی تو ذهنشون این بود که خب ایمان خیلی جوونه برای یه همچین مسئولیتی. چند سال بود؟ نه من 30 سالم بود دقیقا، من متولد 62 هم، دقیقا 30 سالم و خب واقعا هم جوون بودم و واقعا هم فقط تجربه پخش خودم بود، تجربه دیگه نداشتم. ولی چون پخش خودمون رو از صفر آورده بودیم بالا، خیلی جزئیات میدونستم در مورد خرید، فروش، لوجستیک، توزیع، کاری که داخل یه شعبه بعد اتفاق بیفته. دیگه اونجا واقعا فکر کنم بزرگترین لطف زندگی رو آقای دکتر نامور به من کردن که در واقع دادن مسئولیت ایمان با من حمایتش میکنم و ایشون بیاد و با ما کار کنه با مسئولیت من. خب یه سوال، الان شما از شرکت خودت که وقتی فروش میکنی مستقیم میره تو جیب خودت یه بخشیش، اومدی توی شرکت دیگه کارمند شدی. دقیقاً. خب این اتفاق واقعیتش اینه که من تو زندگیم خیلی از این چالش ها انجام دادم و اینم یه چالش بود. اون روزی هم که در واقع میخواستیم جدا بشم، یعنی میخواستم از مجموعه خودمون بیام اینجا، در واقع مثلا صحبتی کردم این بود که خب ما چون میخواستیم بریم، یعنی اول پلن اول مهاجرت بود
بعد که اون مهاجرت نشد، اون کار در واقع فعالیت شکل گرفت، یه جورایی همیشه تو ذهنمون این بود که شاید مسیرهای دیگه‌ای واسه پیشرفت همیشه برای ما وجود داشته، ولی ما معطوف شدیم به این کاره و درگیر این شدیم. به همین خاطر وقتی پیشنهاد در واقع حوزه همکاری با آدورا مطرح شد، من با پدرم مشورت کردم، گفتم آره یه همچین چیزیه، شما نظرت چیه؟ گفتش که به نظرم اگه فکر می‌کنی پیشرفت برات داره برو انجام بده. گفتم خب شرکت خودمون، گفت ما بیشتر کمک میکنیم، برای مثلا امین همکار اضافه میکنیم، تیم اضافه میکنیم که نبوده شما جبران بشه، شما از اونجا هر ساپورتی میتونی مثلا انجام بده واسه ما. ولی خب چندین بار مثلا هی دو به شک بودم که برم یا نرم، ولی خب انقدر اسم برام بزرگ بود و جذاب بود. آره یعنی میگفتم حتی اگه 3 ماه هم برم اونجا کار کنم، یعنی حتی صحبت که آقای دکتر با من اولش کرد، گفت 3 ماه بیا ببین چه جوریه، برای خودت چه جوریه، برای ما چه جوریه. و منم توی دوره بود که دخترم تازه به دنیا اومده بود، دختر سلامت باشین، دختر من 4 ماهش بود و واقعا اصلا دل کندن از خانواده‌ام سخت بود تو بازه زمانی. خانواده چیز بودن؟ خانواده‌ام نیومدن اولش، من خودم فقط. کجا؟ هم جهرم بودن؟ بله همون جهرم بودم، من اومدم تهران و اینجا جا گرفتیم و تا برج، یعنی من برج 6 اومدم، 692 اومدم تا 1292 هم در واقع خانواده من نیومده بودن پیشم، ولی رفت آمد داشتیم، یعنی میرفتن می اومدم، من میرفتم می اومدم. ولی خب خیلی 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 تجربه جالبی بود. فکر کنم اگه عدد بگی الان واسه شنوندگانم ملموس‌تر میشه. اون موقع که تارگت شما مثلا 89 92 همت بود در ماه، فروش مثلا 2 میلیارد بود در ما، در 2 میلیارد خودمون. آره معادل مثلا 2 همت الان چیز آدورا اون موقع 60 میلیارد میفروخت، 30 برابر بیشتر. آره 60 میلیارد میفروخت. نه به تعداد استانه دقیقاً آره. و خب اصلا یه روی کرده جدید آورده بود تو بازار، یعنی یه پخشی اومده بود که خیلی دیسیپلین داشت، خیلی نظم داشت. نه بازم دیتا دیگه، دیتا محور. آره کالاهای لاکچری داشت تو سبدش. و اصلا مثلا اولین چیزی که ما نشستیم اونجا سال 92 فکر کنم برای اولین بار بود که مثلا من میدیدم یه سیستم بی آی به اسم کلیک ویو وجود داره که تو میتونی دیتا ببینی، خرید داروخانه، خرید مشتری، نمیدونم به تفکیک شعبه، به تفکیک استان، به تفکیک شهر، و اصلا وارد یه دنیایی شدی که اصلش دیتا بود واقعا. و شاید اصلا جذابیت آدورا استپ اولا مثلا من این بود که یه دفعه من وارد یه مجموعه شدم که انقدر اطلاعات زیاد می اومد داخلش و طرحهای نوین، ایده های نوین در واقع می اومد داخلش. هر روزش واسه من یادگیری بود. یعنی هر موقع الانم با بچه‌ها صحبت می‌کنیم میگم من اون 3 سال خورده‌ای که تو گروه کوبل بودم یا مجموعه آدورا بودم برای من دانشگاه بود واقعا. من خیلی کار یاد گرفتم، تلاش کردم خیلی کار یاد بگیرم. خب شما ریجنال سیلز منیجر شدین، یعنی چه بخشی رو به شما سپرد؟ من 5 تا استان داشتم اون موقع، فارس رو داشتم، مازندران رو داشتم، گیلان رو داشتم، استان مرکزی. خب بعد با شرکت خودتون رقابت نه رقابت نمی‌کردیم. اتفاقا اینجوری بود که همکاریمون هم تو اون بازه زمانی خیلی بهتر شده بود. پاسکاری می‌کردیم و یه اتفاقی هم که اون موقع افتاد این بود که ما تونستیم بریم واسه پخش خودمون مجوز استان‌های مجاورم بگیریم، مثل بوشهر و هرمزگان که خب فعالیت شرکت اونجا خیلی کم رنگ بود، یا کوکیلوی بای رحمت، و یه جایی با هم لیو و لب نداشتیم واقعا. یعنی ما حاشیه‌ها رو بیشتر میرفتیم، یا جنوب استان فارس به خاطر بعد مسافت شرکت‌ها کمتر میومدن، ما تمرکزمون مثلا اونجا بود بیشتر. نه تداخلی نداشتیم، ولی خب تجربه کار تو پخش خودمون خیلی به من کمک کرد. ولی اینجا که اومدم با استان‌های مختلف آشنا شدم و خب اونجا چون پوزیشنمونم ریجنال سیلز منیجر بود، واقعا تایم زیادی تو فیلد میگذروندیم. یعنی یه دفعه میرفتیم مثلا 4 روز مازندران بودم، شعبه بودم، با بچه‌ها دبل ویزیت میرفتم، داروخانه‌ها رو میدیدم، مدل داروخانه‌ها رو میدیدم، و واقعا هم فرهنگ خرید استان‌های مختلف متفاوته. شما تو مازندران داروخانه یه جور خرید میکنن، تو گیلان یه جور خرید میکنن. مازندران خیلی دوست دارن حجیم میخرن، جنس و دوست دارن دپو زیاد داشته باشن. تو گیلان کاملا برعکس، محتاطانه اقتصادی تر خرید میکنن. استانهای مختلف واقعا متفاوته. و وقتی تو یه منیجر یه منطقه اینجوری بودی، تجربه‌های مختلف استانهای مختلف رو میگرفتی. یه چیز خوبی که اونجا تو آدورا وجود داشت این بود که روتیشن داشت، یعنی بعد از 1 سال میومدن منطقه ها رو با جا به جا میکردن، گفتن اوکی تو این منطقه رو کار کردی، حالا بیا یه منطقه دیگه رو برو.
خب اولش مثلا همکارام یه ذره ناراحت میشدن، آقا ما کلی تلاش کردیم این منطقه. برای من خیلی جذاب بود، گفتم خب آقا من دیگه اینجا یه سال بودم دیگه، برم یه منطقه دیگه کار کنم. مثلا سری دوم مشهد رو داشتم، اصفهان رو داشتم. میتونم بپرسم با چه حقوقی رفتی آدورا؟ یادم سال 92 هولوش حقوقی مثلا 6 میلیون بود. 6 میلیون. آره توتال دریافتیم 6 میلیون بود. عدد خوبی بود. بسیار عدد خوبی بود. بله رنج حقوقی بالا بود. 92 2700 گرفتم. آره من 6 تومن توتال دریافتیم بود که خیلی عدد خوبی بود واقعا. آره خیلی عدد خوبی. خب ادامه بدیم تا کجا کوبل بودی؟ 3 سال. من آره 6 92 وارد شدم، 10 95 از مجموعه خارج شدم و اومدم مجموعه دیداروی پخشی بود که تازه راه اندازی شده بود، تقریبا مثلا 1 سال بود راه اندازی شده بود، 2 سال بود راه اندازی شده بود. خود آقای دکتر نامور اومده بودن اینجا راه اندازی کرده بودن، مدیر عامل مجموعه بودن. ما یه هلدینگ خوب داشتیم پویش دارو که حمایت میکرد از مجموعه و اینجا دوباره این کار چالشیه برای من اتفاق افتاد. من عمده تجربه‌ام تو حوزه فروش بود. با دکتر که صحبت کردیم برای همکاری، دکتر گفت من باکس بازرگانیم خالیه و میتونی به بازرگانی کار کنی؟ گفتم آره میتونم بیام، دوستم دارم یاد بگیرم کار بازرگانی. قبلا بازرگانی کردم برای پخش خودم ولی محدود بوده، ولی الان خیلی در واقع متفاوت. اومدم کار بازرگانی انجام دادم که خیلی در واقع یاد گرفتم تو حوزه بازرگانی، مذاکره کردم، مدل خریدای مختلف رو در واقع یاد گرفتم. 95 شروع کردم، 10/95 تا آخر سال 97 مدیر بازرگانی دیدارو امید بودم. اول سال 98 به لطف آقای دکتر رو در واقع پیشنهادی که از سمت هیئت مدیره اومد، تبدیل شدم تو سال 98 به اسم معاون بازرگانی و فروش مجموعه دیدارو. و بازرگانی آره جفت فروش و بازرگانی رو به من دادن که دیگه من شروع کردم تیم چیدم، تیم بازرگانی چیدم، تیم فروش چیدم. و اون موقع یادم ما هولوش مثلا یه عدد سال 97 یه عدد 370-80 میلیارد تومان کل فروش مجموعه بود ماهانه. توتال سال 1397 که ما شروع کردیم و سال 98 و دیگه من تا آخر سال 1402 تو مجموعه دیدارو بودم. آخر 1402 ما 3300 میلیارد فروختیم، یعنی تقریبا مجموعه تو 5 سال فروشش 10 برابر شد. خیلی مسیر خوبی بود، خیلی تو این مسیر همکارای خوبی داشتم، خیلی بهم کمک کردن. خود آقای دکتر نامور خیلی روحیه حمایتگری دارن، خیلی حمایت کردن از من، خیلی کمک کردن، اجازه دادن من خطا کنم و یاد بگیرم. واقعا یعنی این چیزیه که هر جایی بدی امکانا نمیدن. یه تزی داشت دکتر میگفت مسیر رو برو جلو، هر جایی من دیدم تو اشتباه کردی من همونجا میام بالا سرت میگم این اشتباه دیگه ادامه نده، ولی اجازه میداد من خطا کنم تو سیستم و این خیلی خوب بود بخاطر اینکه یاد میگرفتم واقعا. هرچند حالا خطاهای عجیب غریب اتفاق نمیافتاد ولی هر آن چیزی که بود دکتر اجازه اون خطا رو میداد به ما توی سیستم. خیلی دوران خوبی بود برای من اون در واقع 8 سالی که تو مجموعه دیدار امید بودم. یه تجربه خیلی خیلی درخشان برای خودم بود. تو بالاترین سطح یه پخش در واقع کار کردم، یه پخش خصوصی، و ما مسیر رشد خوبی بود. پایان 1402 ما تقریبا تو رنکینگ شرکت‌های پخش 15 ایران بود. عمده فروش هم اون فروش داروخانه‌ای بود. تقریبا ماهانه ماکسیموم سالمون هولوش 7% تا 10% فروش بیمارستانی داشتیم. اونم به خاطر این بود که گروه پویش که هلدینگ ما بود یه سری محصول و پروداکت بیمارستانی داشت و ما باید اونا رو تو بیمارستان میرفتیم و میفروختیم. من این توضیح بدم خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز، این که شرکت‌های داروسازی خودشون نمیتونن محصولاتشون رو درست بفروشن، باید بدن به شرکت‌های پخش، شرکت‌های پخش بدن به داروخانه. خب میفرمایید. دیگه تا پایان 1402 تو پخش بودم و در واقع تجربه پخش رو داشتم. 1403 دوباره بر مبنای اون چالشه دوست داشتم بیام تو حوزه تامین کار بکنم. اومدم تو حوزه تامین و در واقع شرکت‌های مختلف رو رفتم صحبت کردم. گروه صنعتی گلرنگ و یکی دو تا شرکتاشون رو صحبت کردم. تو گروه پوراتپ صحبت کردم، با گروه هیتکو صحبت کردم و گروه الهاوی هم در واقع امید دارو سلامت هم صحبت کردم و وارد مجموعه در واقع گروه الهاوی شدم. خب شرکت خیلی شرکت بنام،
یه برند قدیمی ایرانی، یه برند مثلا شاخص به نظر من دیگه، مثلا نوافن پرچم داره این برند واقعا تو بازار که اونجا بنده ما افتخار این شاگردی شما نفهمید آقا، خواهش میکنم، افتخار این داشتیم با هم دیگه عزیزت. همکاری کنیم اونجا. خیلی دوران خوبی بود دوران یک سال، هرچند که یعنی ما بعد از یک سال پر از چالش در واقع گروه اضافه شدیم به تیم. سال قبل خب خیلی مشکلات داشتن تو سیستمشون و ما اومدیم برای اینکه یه فرهنگ سازی جدید اتفاق بیفته، یه سبک جدیدی در واقع، یه ریبرندینگ بشه در واقع الهاوی در بازار. خودم شخصا فکر میکنم که درصدی قابل توجه موفق بودیم توی این قضیه. امسال هم که دارم در واقع فعالیت الهاوی رو تو بازار میبینم که خیلی فعالیت درخشان و خوبی داره و رو به رشدن واقعا. بله. تا پایان در واقع اردیبهشت 1403 دوست نداشتم که یک سال یه جا کار کنم واقعا، یعنی یعنی همیشه خودم اینجوری بوده که گفتم حداقل 3 سال بعد یه جا باشی، چون اصلا سال اول بیشتر یادگیریه و تو از سال دوم شروع میکنی و عملکردت برمیگرده و میتونی یه فعالیت خوبی رو نشون بدی. ولی یه جوری بود که یعنی پیشنهادی که در واقع برام وجود داشت و گزینه‌ای که برام وجود داشت انقدر جذاب بود و انقدر دوستش داشتم که واقعا خیلی اصلا شاید فکر به اون تارگت خودم 3 ساله نکردم و اومدم این طرف. داستان مکمل‌های ورزشی بود تو ایران، داستانش هم برمیگشت باز به دیدارو. ما در دیدارو از سال 95 به صورت مونوپول فروش محصولات راک دارو رو انجام میدادیم که 3 تا برند داشتن که این 3 تا برند جزء 10 تا برند اول دنیاست. گلمبیا بود که ON بود، اپتیموم نوتریشن، سلوکور و BSN. و من اونجا اصلا با دنیای مکمل‌های ورزشی آشنا شدم. خیلی دنیای جذابی، خیلی در واقع باحال و فانتزیای خیلی باحالی توش وجود داشت. یکی از دوستای من که اونجا تو راک دارو در واقع اون موقع حوزه فروش رو کار میکردن، بعدن اومده بودن سال 1401 یه شرکتی رو ثبت کرده بودن و برند BPI رو وارد ایران کرده بودن دیگه. ما تو سال 1404 با هم دیگه صحبت کردیم. BPI پرفروش‌ترین برند وارداتی ایران دیگه. امروز بدون شک جزء یعنی پریمیوم، برند پریمیوم، هم لحاظ قیمتی هم لحاظ کیفیتی و جزء پرفروش‌ترین است. بله تو ایران الان برندهای امریکایی خیلی محدود هستن، ما هستیم، 1-2 تا برند دیگه هستن، ولی تو دنیا به صورت کلی با کیفیت ترین برندها برندهای امریکایی هستن، بعد برندهای اروپایی هستن. تو ایران تلفیق همشو داریم دیگه، ما هم امریکایی داریم تو ایران، هم اروپایی داریم، هم برندهای ایرانی داریم که فعالیت خیلی خوبی هم دارن. خب من یه توضیح بدم خودم با این فضا چجوری آشنا شدم. یه اینفلوئنسری هست به نام مستر هانتر که من اول خیلی با گارد باش چیز می‌کردم، چون اصلا خیلی عجیب غریب بود، نصف صورت و فقط البته رونمایی کرده خودش. بعد این میگه آقا مثلا ورزش فلان این شکلی. اصلا من به تعقیب آدم اولین بار رفتم سال پیش شهریور باشگاه، بعد رفتیم جلو دیدیم ای آقا مثلا باید شما یه پروتئین مثلا وقتی داری ورزش می‌کنی 2 برابر وزنت به گرم باید پروتئین مصرف کنی. بعد قضیه اینه که بدن انسان هی داره طلب پروتئین میکنه برای اینکه بتونه بسازه خودش رو و ما بهش نمیدیم پروتئین، هی هله هوله بهش میدیم. نمیدونم ای نه مثلا شما نمیتونی همه رو از مثلا گوشت و مرغ و نمیدونم اینا نمیتونی، از تخم مرغ اینا نمیتونی بگیری، باید حتما یه سری مکمل بگیری. اونجا شروع کردم مثلا وی کالا رو گرفتن و مثلا بعد فهمیدم مثلا برای ساخت و ساز ماهیچه ها باید حتما کراتین هم مصرف بکنی، چون مثلا باید 6 کیلو گوشت بخوری که بشه 1 گرم کراتین، که نمیتونی 6 کیلو گوشت بخوری که. پس اون 1 گرم رو مثلا 10 گرمش رو میریزی توی آب میخوری، خودت خیال خودت هم راحت میکنی، ولی باید پشتش حتما ورزش کنی که جذب ماهیچه بشه. من این شکلی آشنا شدم، فهمیدم آقا حتی چه ورزش بکنم چه نکنم من باید حتما مکمل پروتئینی بخورم. چرا؟ برای اینکه برای سلامت بدن. تنها میگن عصای پیری، تنها عصای پیری ما ماهیچه‌هامونه، نه بچه‌هامونن، نه نمیدونم هیچ کدوم از اینا نیست، نه پولمونه حتی، به خاطر اینکه این زمین خوردن‌ها هستن همیشه توی پیری. ولی خب اون ماهیچه‌هان که میتونن از استخوان‌ها حفاظت کنه و در از شکستگی اتفاق نیفته، پوکی استخوان اتفاق نیفته. این ذهنیت منه نسبت به این. می‌خواستم بگم دوستان عزیز که دارین میشنوین، من خودم ذهنیت منفی بود نسبت به این داستان و بدنسازی اینا، و فهمیدم نه آقا اصلا ورزشه که اصله و تغذیه مناسبه.
شما بفرمایید. دقیقاً همینجوریه دیگه. یه گارد خیلی عجیبی نسبت به مکمل‌های بله خیلی شکسته شده، ولی یه گارد خیلی عجیبی نسبت به مکمل‌های ورزشی تو خانوما که خیلی بیشتر از آقایون و وجود داشته همیشه و همه فکر میکنن که مثلا حتی مادرها فکر میکنن اگه تو داری یه پودری رو تو آب میریزی و میخوری قطعا معتاد شدی دیگه. این پودر چیه؟ آخه جالبش اینه مثلا پودر پروتئین مثلا کاله برای شما و اینا از شیر گرفته میشه، همونو خالص سازی میکنه. یا مثلا کراتین از گوشت قرمز گرفته، روش جعبهش نوشته بیفه، این گوشت قرمز گرفته میشه. این چیز صنعتی نیستش که چند تا چیز قاطی کنن به هیچ وجه. و اینکه خب واقعا شاید یه قسمتش اطلاعات کمیه که وجود داره. واقعا شاید خیلی از مردم ما هنوز نمیدونن که در روز میزان پروتئینی که به بدنشون میرسه کافی هست یا نه و دقیقا هم فرمایش نیست و ما با هله هوله داریم پرش میکنیم. 1.5 حداقل اینه که 1.5 برابر وزنمون به گرم، یعنی اگه نفر 60 کیلوه باید 90 گرم در روز پروتئین بخوره. اگه نخوره ماهیچه هاش در گذر زمان تحلیل میره. یعنی چه بخواد چه نخواد این اتفاق میفته و این خیلی بده. یعنی هر چند سن میره بالاتر این تحلیل هم سریعتر میشه، سرعتش بیشتر میشه. یعنی انگار از 30 سالگی به بعد این تحلیل ماهیچه ها بیشتر و اگه این پروتئین مثلا ماهی سری الان بدنسازی تو دنیا میبینیم مثلا سنش بالاه 50 سالشه 60 سالشه. مثلا ما تو باشگاه نفر داشتیم باورمون نمیشد 72 سالش بود. مسابقات رفته بود شرکت، مسابقات خب شرکت کرده بود، مثلا دوم شد و مثلا لذت بردم، دندوناش کامل ریخته بود، بعدم مثلا یه چیز شیپش کرده. یعنی میخوام بگم این بعد روحیه بالا. یه چیز جمله جالب میگفت، حالا من اینو بگم تو همین حال و هوا، میگفت من هر موقع که درد مثانه میگیرم میام این چیز پرس پا میزنم درست میشه. خب یعنی میگفتش که یه سری از دردهای من رو هم تسکین میده، یعنی باعث میشه که این اتفاق بیفته. یعنی آرزه‌های پیری رو حتی میتونه خیلی از کسایی که الان تو سنای بالا دچار کمردرد میشن به خاطر اینکه فیله‌های کمر ضعیفه. دقیقاً. و شما اگه مثلا تو دوره قبل مثلا هولوش 40 سالگی 35 سالگی تا 45 سالگی ورزش انجام بدی و فیله‌هاتو تقویت کنی، واقعا اون درد کمر 50 سالگی 55 سالگی رو نمیگیری اصلا. خیلی ذهنیت‌های منفی نسبت به حوزه مکمل‌های ورزشی بسیار بسیار زیاد. من یه خاطره کوچیک بخوام بگم، ما یه محصولی داشتیم در برند سلوکور به اسم C4. این محصول یه پری ورکات بود که قبل از تمرین بعد استفاده می‌کردن. یه پمپ بود اصطلاحاً، داخلش کافئین داشت و اون موقع به هر کسی میگفتین نه آقا کافئین تپش قلب میگیرم، آقا کافئین موهای سرم میریزه و خیلی چیزای اینجوری میگفتم آقا شما همین کافئین رو داری میخوری. دقیقاً میگفتیم شما همین الان داری این کافئین رو با قهوه میگیری در روز. حالا این تازه یه مکمل خیلی سیفیه که اصلا FDA داره روش، خیلی تایید شده این قضیه. ما اون موقع راکدارو یه کار بسیار بسیار قشنگ انجام داد برای اینکه این گاد رو بشکنه. اومد یه ایونتی رو در دبی برگزار کرد، داروخانه‌های منتخب ایران رو دعوت کرد دبی، مسئول داروخانه، پزشک داروخانه، داروساز یا اون مسئول فروش مکمل‌های ورزشی، یه ترینر از امریکا آوردن که تخصصی تو این حوزه بهشون آموزش داد و خیلی جالب بود. خودش میگم من و همسرم روزا که صبح از خواب بیدار میشیم حتی اگه نخوایم بریم ورزش بکنیم یه اسکوپ C4مون رو میخوریم در طول روز، چون بهمون انرژی میده، فعال میکنه، باعث میشه روز خوبی رو شروع بکنیم، اصلا روزمون با هیجان شروع میشه. بعد شما اصلا برای من خیلی عجیبه که ورزشکاراتون نمیخورن این C4 رو، مگه میشه همچین چیزی؟ و ما بعد از سیترولین هم داخلش، بله معمولا داخلش سیترولین داره، بتا آلانین داره. از چی میگیرن میدونین؟ نه از هند، انگار مثلا اسم چیز معادل هندونه است به زبان یک زبان باستانی میشه اصلا هندونه میشه سیترولین. خب یکی از آنزیماییه که داخل هندونه، حالا نمیدونم واقعا الان تو صنعت هم همین کارو میکنن نه، ولی یکی از آنزیماییه که تو هندونه زیاده. خب از اون درس خیلی مدت آدم تامین میکنه. این اصلا هندونه دقت کنید مثلا چیز قدیمی گفتن سردیه ولی میخوری انرژی خاصی میگیری به خاطر همون داستان. ما بعد که از اون ایونت برگشتیم اصلا C4 تو بازار یه چیز دیگه شد، یعنی همه داروخانه‌ها خودشون واقعا اعتقاد پیدا کردن به محصول و در واقع شروع کردن فروشش رو انجام دادن. الان خب خیلی بهتر شده ولی همچنان
در مورد مولکول‌های جدید یا محصولات جدید ورزشی اگه میخوای وارد ایران بکنی باید همیشه این دغدغه رو در نظر بگیری که ممکنه جامعه ورزش یا جامعه‌ای که لایف استایلشون رو دارن صرفا رعایت میکنن نسبت به این محصول گاردد باشن. به همین خاطر خب فضای مجازی خیلی داره کمک میکنه، تولید محتوا خیلی داره کمک میکنه. امروز تو دنیا خیلی دارن رو بحث مکمل‌های ورزشی مقالات عجیب غریبی داره کار میشه. مثلا دیگه واقعا فکر میکنم در 2025 ما نمیتونیم بگیم کراتین یک مکمل ورزشیه. نه کراتین واقعا آره، یعنی من مطالعه‌ای رو خوندم که میگفت برای کسایی که سکته مغزی کردن بعد از در واقع بهبود کراتین خیلی بهشون کمک میکنه که روند درمان بهتر بشه و اثرگذاری خیلی خیلی عجیب غریبی داره. چند تا بیماری دیگه هم خوندم خیلی عجیب تو مغز که خیلی دارن روی کراتین کار میکنن. پروتئین وک خب حالا در واقع مشخصهای خودشو داره و داره میره جلو. امروز بازار مکمل‌های ورزشی بازار آگاهانه تری شده نسبت به قبل. خیلی خوب تو ایران ورزشکارا خیلی زیاد دارن استفاده میکنن و قبلا فقط بدنسازا کار میکردن، الان همه میدونن که باید همه شاید هنوز تنها گپی که وجود داره، نمیدونم اینا رو باید بگم یا نه، ولی اینه که همچنان سورسی غیر از سورس داروخانه که سورس معتبریه و یه پایگاهی که شما همیشه میتونی مراجعه کنی اگه محصولت مشکل داشته، اگه به هر دلیل گیری داشته میتونی برگردی بگی آقای دکتر یا خانم دکتر این محصولات شما خریدم، این ایراد فنی رو مثلا داره. همچنان سورس های زیادی برای فروش مکمل های ورزشی در ایران وجود داره و شاید 2 برابر 3 برابر شاید 5 برابر بازار رسمی ایران بازار غیر رسمی مکمل های ورزشی و این خیلی بده به خاطر اینکه واقعا نمیدونید چی داره پر میشه، چه محصولی داره میاد واقعا و یه محدودیت های واردات تو ایران اجازه نمیده که همون برندا بیان به صورت قانونی وارد ایران باشن. میدونید ما در حوزه مکمل های ورزشی واردات فینیش پروداکت در ایران ممنوعه. یعنی شما نمیتونی بری به طور مثال اپتیموم نوتریشنی که داره در امریکا یا در کشور اروپایی تولید میشه رو همونو بخری با همون بسته‌بندی بیاری و داخل ایران بفروشی. شما نمیتونی این کار رو انجام بدی. شما یا باید پریمیکس بیاری تو ایران یا باید ماده اولیه بیاری اینجا کارخونه داشته باشی ترکیب کنی و بعد اون محصول رو بسازی که تحت لیسانس باشه. حالا یه سری از برندها تو دنیا قبول میکنن اینو، ولی واقعا خیلی از برندهای بزرگ توی دنیا قبول نمیکنن. چقدر اندازه بازارش؟ بازار رسمی شاید اون چیزی که طبق آمار اعلام شده 1.5 همت تا 2 همت در سال. ولی امسال قطعا بزرگتره. من فکر میکنم امسال بالای 4-5 همت. چیزش چقدر؟ یعنی بازار غیر رسمی هم اضافه کنیم چقدر میشه؟ 2 برابر 3 برابر همینو شما بهش اضافه کنید. به نسبت دارو مکمل انقدری بزرگ نیست چون دارو مکمل شد 320 همت دیگه. و یعنی آخه یه قسمت قابل توجهی از این عدد امروز پرایس افکته. آره دیگه. یعنی یه اثر خیلی زیادی که اتفاق افتاده اینه که شاید خیلی از مکملان نسبت به قبل دیگه تعداد بیشتری نمیفروشن ولی ریال بیشتری میفروشن. بله. خیلی ما آره. شما خودت یه داستان برام تعریف کردی، گفتی آدما الان مثلا چون نمیتونن گوشت و مرغ و اینا بخورن توی شهر تهران به سمت پایین مثلا تو محلهایی گفتی مثل میدون مولوی و شوش و اینها اونجا اتفاقا ما فروش مکملامون بیشتره. به خاطر اینکه میگم من نمیتونم مثلا گوشت و مرغ و اینا بگیرم، بذار حداقل مکملی بگیرم بچه‌م این ویتامین. گزینه بعدی یه سفیده تخم مرغ ارزون ترین که خب به خاطر اینکه واقعا انقدر طعم خوبی نداره میتونی استفاده کنی ولی نمیتونی هر روز سفیده تخم مرغ استفاده کنی. بعد دیگه رو میاری به پروتئین دیگه دقیقاً تو منطقه پایین که میری پروتئین‌های ایرانی با قیمت‌های در واقع پایین‌تر اونجا همیشه گزینه انتخابه براش. بله گزینه پرفروش‌تر. دقیقاً گزینه پرفروش‌تر. خب الان پس شما توی وی پی هستید. چه اتفاق رشد؟ چون ما همیشه انتظار داریم که آقای فرهادی جایی میره رشد بزنه. ما رشد فروش داشتیم نسبت به سال گذشته تقریباً تو 6 ماه اول فروش ما بالای 2 برابر شده. حالا یه قسمتش واقعا اثر قیمت بوده ولی یه قسمتش ما تعداد بیشتری فروختیم. ما امسال توی مجموعه خودمون یه موضوعی هم که داشتیم بود که سال گذشته ما با یک بخش به صورت مونوپول کار میکردیم. امسال چون میخواستیم فروش مویرگی بیشتری داشته باشیم، داروخانه‌های بیشتری رو درگیر بکنیم، یه بخش دوم اضافه کردیم.
پارسال فقط دیدارو جنس ما رو میفروخت، امسال دیدارو و شفا آراد جنس ما رو دارن میفروشن. توتال کل کشور نزدیک به 2000 تا داروخانه فعال در حوزه مکمل‌های ورزشی داریم. از 14-15 هزار داروخانه‌ای که در ایران هست خیلی هاشون مکمل‌های ورزشی رو تک و توک تو داروخانه‌هاشون دارن، ولی 2000 داروخانه وجود داره که این بیزینس رو تو داروخانه‌اش تعریف کرده، مرتب با شرکت‌ها کار میکنه، برندهای مختلف هم داره داخل دارو. خیلی خیلی جذابه این داستان. یعنی من حتی اگر یه روزی بدونم که ورزشم نمی‌کنم، میدونم که آقا من باید پروتئین مکمل پروتئینم رو حتما مصرف بکنم. یعنی برای خود من حداقل. من 2 تا برند ایرانی رو تست کردم. برند شما هم تست نکردم. ان شاءالله می‌فرستید. پگاو تست کردم که خدا رو شکر اصلا حل نمیشه تو آب. خب یعنی نمیدونم چی درست کردین، حل نمیشه. بعد آبو گرم کنی، بعد آب گرم شه خاصیت پروتئین از بین میره کلا. یکم کاله بوده که خیلی جالبه، بین مثلا کاله وانیلیش و بیسکویتیش کاملا 2 تا انگار کیفیت مختلفه. یعنی وانیلیش انگار خیلی بهتر، نمیدونم ولی شاید من دارم یکم بهتر دونستن ترکیب طعم و پروتئین با هم دیگه جور کنن. وانیلیش خیلی با کیفیت تر از این بیسکویتیشه. حالا جدا از اینکه بیسکویتی واقعا مزه بیسکویت نمیده، مثلا بوی بیشتر بیسکویت حالا بهش برند و خیلی دیگه. نه واقعا کاله پرو علاوه بی تعارف بگم بسیار دیولپمنت جذابی انجام داد. یعنی اصلا عالیه. من یکی از چیزایی که هر هفته میخورم این آبای چیزشه که برای الکترولیت بله. هم پر ویتامینه، یه مزه شوری هم همیشه داره برای اینکه خب بالاخره باید تعادل حفظ کنه. اون موقعی که بی حال میشم به جای اینکه مثلا چیزای قندی بخورم، این الکترولیتر که میخورم قشنگ شارژ میشه، فرشتون میشه. خیلی فوق العاده است. یعنی اصلا این که جالب برام بعدن شنیدم که شرکت دیگه هم بودن که الکترولیتر تولید کردن ولی نتونستن وارد بازار بکنن، یعنی شکست خوردن. یا مثلا الان در اصل محصولاتی که در اصل شیر پروتئین بهش اضافه شده داره که محصول خوبی البته خب به من نمیسازه. خب یعنی میخورم همیشه. پروتئینتون رو با شیر نمیخوری، با آب میخوری. با آب میخورم همیشه. این یه موضوع دیگه این که دیدم الان جدیدن ماست و دوغ پروتئینی هم اضافه کرده. حالا من تست نکردم ولی دیدم که این اضافه کرده و خیلی جالبه. دوغ پرو و خیلی بامزه است. یعنی این اتفاق خیلی جذابیه و به نظرم رویکرد کاله تو کاله پرو واقعا حیرت انگیزه. یعنی اصلا خیلی خوب اومده اینو وارد برنامه غذایی کرده. یعنی چیزی که واقعا حتی علمی به نظرم من ندیدم جایی روش کار کنه، اما علمی واقعا همه ما احتیاج داریم. هم فضایی که تو پروبیوتیک اتفاق افتاد تو لبنیات، همون فضا باید تو پروتئین هم اتفاق بیفته. یعنی به نظرم خیلی جذابه محصولات دیگه زدن با پروتئین. اصلا کاله که انکار ناپذیره به نظر من تو حوزه لبنیات. پرو کاله که بی‌نظیره واقعا. یعنی همه مدل سلیقه‌ای رو راضی میکنه واقعا. حالا تو حوزه ورزشی چون رقیب ما هستن من در موردش صحبت نمی‌کنم، هرچند که اصلا ما یه اصطلاحی داریم، سگمنتی که کاله داره محصولش رو میفروشه با سگمنتی که ما داریم بی پی آی رو میفروشیم یا دیوای رو میفروشیم متفاوته. این تفاوت هم از تفاوت قیمت میاد. یعنی من مخاطب خاص خودم رو دارم به واسطه اینکه قیمتم متفاوته و کاله هم مخاطب خاص خودش رو داره به خاطر اینکه لول قیمتی دیگه ای رو داره. ولی خب قطعا برند انکار ناپذیره. بچه‌ای هم که اونجا دارن کار میکنن همه دوستای بسیار بسیار خوب و قدیمی خودمون هستن و فعالیتشو خیلی خیلی خوبه. بدون شک تو برندهای ایرانی کاله پرچم داره. یعنی همین که خب از برند مادر در واقع استفاده کرد، از اون شناختی که مردم داشتن استفاده کرد وقتی محصولات ورزشیشو آورد، و همین که خب توی حوزه مکملات ورزشی امروز مطمئن ترین برند ایرانی برای انتخاب در رنج قیمتی کاله است واقعا. یعنی نمیان گزینه‌های دیگر رو خیلی و این جذابیتش اینه که به نظرم اینو نیاورده تو فضا اینکه بگیم فقط برای ورزشکاراست. یعنی آدمای عادی هم شروع کردن ازش استفاده کردن. من میبینم که مثلا از محصولاتش آدم عادی هم استفاده میکنن. حالا درسته که فروشش نسبت به بقیه محصولاتش کمتره، ولی اینکه این داره وارد لایف استایل میشه به نظرم خیلی جذابه. خیلی جذابه. بله بسیار بسیار. خب حالا در مورد طعم گفتیم، من 2 تا نکته بگم. طعم من هم با شما صحبت کردم هم دیشب با یکی از دکترای شرکت صحبت کردم، تازه فهمیدم اصلا قضیه مهم توی پروتئین طعمه.
دقیقاً اصلا یک حل شده، قابلیت حل شوندگی، دو طعمه. بله. یعنی چیز دیگه عجیبی وجود نداره. به خاطر اینکه یک اول باید حل بشه به درستی و تمیزی. نکته دومش اینه که آقا مثلا میگفتش که پروتئین ایزوله یه طعم بسیار بدی داره خودش خالصش، چون خلوصش زیاده. دقیقاً اینو هنر شرکت تولید کننده است که بتونه چجوری اینو طعمو در بیاره. BPI تو دنیا اصلا رو بحث طعم مدعیه، یعنی اصلا یکی از خب دیگه تبلیغ شد اون بسته که حساب کنید دوباره. اصلا اون چیزی که تو سایت خودشونو در واقع پیغامایی که توی سایتشون میذارن اینه که ما تو حوزه طعم خیلی کار میکنیم. واقعا هم همین جوریه. یعنی مثلا یه پروتئین وی میزنن 7 مدل طعم داره، از توت فرنگی که یه طعم یکم شیرین داره که برای خانوما جذابه، تا شکلاتی که یه ذره تلخ‌تر باشه مردا دوست دارن. وانیل چه جنسیه؟ مدل شکری که داخلش رو دقیق نمیدونم. اینا بعضا شکرایی که مثلا یا توسط یعنی تو خون نمیرن دیگه، یعنی یا توسط معده احتمالاً یا روده جذب میشن یا اینکه کامل مستقیم دفع میشن. دقیقاً. حالا توی برند دوممون، حالا این داستانه، مثلا ما توی BPI تو وی تنوع طعم وحشتناک داریم. توی محصولی مثل BCAA یه دفعه 8 تا طعم خیلی مختلف داریم که حالا شما میفرمایید الکترولیت رو میخورید، مثلا این BCAA یه در واقع شاخه‌های اصلی آمینو اسید هستن که شما میتونی حین ورزش ازش استفاده بکنی. بعد فوق‌العاده خوشمزه است، یعنی مثلا طعم هندوانه داره، طعم انگور داره، پشن فرود داره. بعد شما اصلا این هندونه رو اگه امروز بعد از ظهر مثلا تو خونتون یه مهمونی داری و دوست داری اصلا به مهمونات یه نوشیدنی سالم بدی، بهترین گزینه که همین BCAA رو تو آب حل کنی، با خود هندونه میکسش بکنی و هیچکی نمیفهمه داره یه نوشیدنی ورزشی میخوره، انقدر که این طعم به طعم واقعی نزدیکه. تو دیوای که برند دوممون هست، اصلا ما اولش فکر میکردیم دیوای فقط فرمولاسیون عجیبی داره، به خاطر اینکه دیوای فلسفهش از تفکر خود دوریان یتس اومده. من یه کوچولو در مورد دوریان یتس بگم. دوریان یتس دوست کساییه که 7 بار تو مستر المپیا شرکت کرد و 6 بار قهرمان شد پشت سر هم، که اصلا این قهرمانی پشت سر هم چند نفر هستن که تو دنیا، شاید 4-5 نفر هستن که تونستن یه همچین کاری رو انجام بدن. تو دنیای مکمل‌های ورزشی و بدنسازی دوریان یتس یه آدم تکرار نشده است و یه چیزی که اونو متمایز میکنه اینه که خیلی‌ها بعد از اینکه دوره ورزششون تموم میشه محو میشن. اصلا دوریان یتس محو نشد، بعدش 2 مرتبه اومد و فعالیت کرد. همین امروز که میبینی آدمو، با اینکه یه آدمیه که مثلا در واقع میان سال شده و سنش بالاست ولی شیپ بدنی همچنان داره و محصولات فلسفهش از فلسفه خود دوریان یتس گرفته شده. دوریان یتس یه تفکر ویژه‌ای توی تمرینش داشته، یه سبک خاصی تمرین می‌کرده، تمرینات بسیار تمرینات پرفشار بوده. یعنی میگه من اصلا اعتقاد ندارم که تو مثلا بعد بیای 2 ساعت تو باشگاه ورزش کنی و هی 3 تا رو تکرار کنی، نه، تو 3 تا کم بزن ولی با وزن بالا تمرین کن. مدل ورزش خودش همین جوری بوده. یکی از دوره‌هایی که قهرمان شده تو دنیا دوره‌ای بوده که مثلا قبل از مستر المپیا 3 ماه قبل مصدوم میشه و بدنش مشکل داره، نمیدونم تاندون دستش پاره میشه، ولی همون میاد ورزش میکنه و میاد و قهرمان میشه تو اونجا. یه همچین آدمی در واقع داریم، در مورد یه همچین آدمی داریم صحبت میکنیم. شعارش مثلا اینجوری بوده اون موقع که بعد از دوره ورزش اینجوری بوده که اومده و تجربه خودش رو تو دنیای بدنسازی و مکمل اوورد تبدیل به محصول کرد. یعنی محصولاتش 2 تا مسیج خیلی خوب داره، یکی این که اسم خودش پشتشه، 2 این که فرمولاسیونا خیلی ویژه است واقعا. یعنی یه محصول مثلا یه BCAA 10-1-1 داره که تو ایران هیچ برندی نداره اصلا، ترکیب بتا آلانین، سیترولین و مثلا مختلف آمینو اسیدهای ضروری رو داخلش داره. و بعد ما تازه باش آشنا شدیم که تو طعم هم خیلی حرف برای گفتن داره. یعنی مثلا یه دونه ویش 8 تا طعم مختلف داره، مثلا از پسته طعم پروتئینی گرفته. یعنی ما الان یه پروتئین وی داریم با طعم پسته،
تقریبا من تو ایران برندهای قانونی که تو ایران هستن هیچ برندی رو ندیدم که همچین طعمی داشته باشه. خیلی تو طعم حرف برای تکنولوژی بالاخره آره تکنولوژی تولید تکنولوژی عجیبیه واقعا. یعنی این طعم دار کردن مهمترین قسمت تکنولوژی. خیلی خب آقا شیر دیگه برام تقلیدش می‌کنی و اسید میزنی و بعد تبدیل میشه به وی. نه اصلا یه نکته که وجود داره، اگه پروتئین مستقیم وارد معده بشه، معده یه مقدار زیادی بهش اسید وارد میکنه و حلش میکنه، ولی این ترکیبش با چربی باید به شکلی اتفاق بیفته که خورد خورد آزاد بشه، روده و معده متوجه نشن که این پروتئین داره وارد میشه. دیگه شما خود استاد. خواهش میکنم. سلامت. آره این داستان خیلی وجود داره. ما جاتون خالی هفته پیش ماسل شو بودیم تو دبی، اومده بودن برندهای مختلف بودن، از بی پی آی پرسیدیم که مثلا این طعم بندی واقعا راز این طعم بندی چیه؟ گفت ببین ما واقعا حالا شاید کلمه گو از خفن ترین کمپانی‌های دنیا میریم در واقع این فلاورا رو میگیریم و میاریم و اینجوریه که یه دفعه ما میریم 1 سال رو ازشون خرید میکنیم و میاریم، چون میگم انقدر تقاضا براشون وجود داره. اگه بخوایم تیکه تیکه بخریم یا کم کم بخریم ممکنه اصلا به گپ بخوره. مخصوصا بی پی آی که الان تو 70 تا کشور تو دنیا داره فعالیت میکنه. از 2009 که شروع کرده الان 70 تا کشور تو دنیا دارن بی پی آی رو در واقع قانونی و رسمی در واقع میفرستن که ایران یکیشه. دیوای از 2000 تقریبا 17 شروع کرده، الان 35 تا کشور تو دنیا دیوای رو دارن و من به نظر خودم شخصا دیوای سرعت رشدش خیلی بالاست، بیشتر از بی پی آی خیلی بالاست. دقیقاً خیلی دوست داشتیم که مثلا بتونیم تو اون لانچی که گرفته بودیم خدا آقای دوریان رو بیاریم تو ایران و بیاد تو ایران. خب یکم سختش بود، میگفتش که سخته که بخوام بیام داخل ایران، ولی خودش خیلی دوست داشت که بیاد و یه مصاحبه کرد که یه تیکرم با فارسی گفت که سلام ایران و خیلی اون مصاحبه ترند شد و وایرال شد تو فضای مجازی و خیلی استقبال کردن. برند تو لانچ برند بسیار موفقی بود و بازخورده داروخانه‌ام بازخورده خیلی خوب بود. بازار ایران هنوز جا داره برای اینکه برندهای بنام بیان و واردش بشن. یعنی من فکر میکنم این چیزی که امروز داریم میبینیم شاید 3 سال دیگه یه شوخی باشه. واقعا خیلی به نظرم بازار مکمل‌های ورزشی رشد میکنه و داروخانه ها خیلی دوست دارن این بیزینس رو، چون بیزینس کشه براشون و راحت یه جنس رو میخرن و میفروشن. هیچی نداره، راحت نقدی میفروشن و اون کسی هم که میخره دغدغه مثلا چیز نداره، دغدغه بیمه و اینا نداره. هیچ. خیلی عالی. دم شما گرم. مرسی که دعوت ما رو قبول کردین. ممنون از شما. من از وقتی که گذاشتید عزیزی. مرسی از شما شنوندگان و بینندگان عزیزی که تا این قسمت برنامه با ما همراه بودین. شعار برنامه ما اینه که رشدینویتی باشیم، بدون چشم داشت به دیگران کمک کنیم تا باعث رشد اکوسیستم و کشورمون بشیم. به همین بهانه من سعی کردم یکم در مورد پروتئین هم صحبت بکنیم و نقشش توی سلامت برای خود من خیلی اهمیت داشت. ولی گفتم اگر یادتون باشه و مهمون برنامه باشی، من تعریف کردم که قبلا چه اتفاقاتی افتاده خورد ولی مفصل امروز صحبت کردیم. مرسی. رشدینو پلاس رو فالو بکنید. من اون تها میبینم یه 2-3 نفری هستن که فالو نکردم، خیلی ناراحتم ازشون. ما رو به دوستان آشنایانتون حتی اگر فکر می‌کنید به درشون نمیخورن معرفی کن. یه بنده خدای من پیغام داد آقا من به همه معرفی کردم کسی دیگه نمونده، الان چیکار کنم؟ گفتم برو نتورک تو گسترش بده، به آدمای جدید معرفی کن. مرسی از شما، امیدوارم که خوش و خرم باشین. منظم برمیگردیم پیش شما 2 هفته دیگه. فعلا ارائه